سلام به تمام شما هموطنای خوبم. امید که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم من غزال به جمع از دوستای بسیار خوبم شما را خوش آمدید میگم. خوش آمدین به چینل غزال نظری. دوستای عزیز، قسمی که میبینین باز هم ناوقت شب از 10 بجه است. فعلا که شما برنامه را میبینین امی لحظه ما در بیرون هستیم، به خاطر که در خانه دیگه متخسته شدیم، هر قدر قصه کردیم شوخی مزاق بازم نشد، گفتم بریم طرفهای بیرون دیگه یک کمک چکر هم بزنیم، هوای تازه هم بگیریم و آمدیم به کیفسی ببینیم که چی دوست داریم بخوریم. من خب با امید آیسکریم آمده بودم که آیسکریم بخورم. خب من به خاطر که چیکن وینز بسیار زیاد دوست دارم نمیتونم که مثلا او را مانده برم به طرف غذای دیگه برم یا به طرف کدام چیز دیگه برم که مثلا خوراکه باشه. دیگه باید 100% چیکن وینز نوش جان کنم بخورم. و در اصل امی کامرامین عزیزه که میبینین این هم چیکن وینز بسیار زیاد خوش داره، گفت که مثلا ما هم دوست دارم. دیگه شما کامنت بانین که آیا شما هم چیکن وینز مثل ما و امی شکا دوست دارین یا نه. خب دوستای عزیز، دیگه دیدین که دیشب هم در مهمانی بودم و امشب خانه ما مهمان آمدن نه دیگه دوستایم. دیگه نمیشد که در خانه بیشین، گفتم بیا بریم چکر بتمتان دیگه مصرف کنم سرتان، خوراک کنم سرتان. دیگه فکر کنم که بار اولشان از چیکن وینز میخورم. بار اول از که چیکن وینز سرشان میخورم. دوستای عزیز، خداوند هر کس این قسم دوست بده، قسمی که من هستم. ببینین دوستای عزیز، در این وقت شب 10 بجه شب چند بجه شب است، از 10 تیرام است. من گفتم بیاید که بریم چیکن وینز بخوریم دیگه ببینیم که مزهش چطور است. به نظر من خوشمزه است و خوشمزه است، مطمئن هستم. امی بویی که در دماغم میاد ببینیم میاد هم تو خوش میخوره دیگه. چطور طرف عجیب غریب سعی میکنی نکنین سعی که من میشرم. خب دوستای عزیز، همراه من باشین، جای نروین. ای که باز کجا میرویم در این ناوقت شب دیگه شما ببینین. میگه امی 2 نفر که یک جای شون دنیا رو آتش میزنه. آتش میزنه نه؟ آتش میزنه یا آتش میزنه؟ به جهنم تبدیل میکنه. چی؟ به جهنم تبدیل میکنه. خدا نکنه که ما ای پاکستان به جهنم تبدیل کنیم. پیش از پیش جهنم است، به خاطر که بسیار زیاد گرمی است. و دوستای عزیز، تا که امو چیکن وینز آیسکریم چیزا میرسه دیگه شما همراه ما باشین، جای نروین و شما هم بگوین که چیکن وینز خوش دارین یا نه مثل ما و مثل دوستای دیگه ما. دیگه جای نروین، چینل حتما همراهتان سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظریاتان همراه ما شریک بسازین. و یک روز خاص به خاطر کامنت خوانی میگیرم، به خاطر که کامنت های بسیار عجیب و غریب میگیرم بعد از سالا و هم در یوتیوب چینلم. یکی چه کامنت گرفتیم باز خودتان ببینید. عزیز، قسمی که میبینین چیکن وینز رسیده و نوشابهش درک نداره، آیسکریم درک نداره. تقریبا ما از چه وقت شیشتیم اینجا اینیا دیگه به خود ویدیو جور کردن. ما گفتیم برو میدانه بیزا آردر کنیم، ولی جنابای محترم اینقدر دیر بعد میای، گفتم 3 ساعت دیگه 4 ساعت خدا خبر داد شب چی کنیم. میگه یکی صبرم تمام شد دیگه. ما خو گرفتم از خودم خوردم، منتظر نه از نوشیدنی ماندم نه از دیگه چیز. من خواهی طرف بیارم با خود نیست دوستای، از خود خلاص میکنه حالی میاد طرف ما، به خاطر که ما ایسته میخورم و جای بهشته جان و خانم ملاله خالی و دوستای عزیز، به خاطر که بیاد دارین اولا که با شما جور کرده بودیم، خانم ملاله و بهشته جان همراهیم بود. خب بدبختانه بگم متاسفانه که جای شما خالی دوستای عزیز، به خاطر که امروز دیگه دوستای دیگه است. مگه مرک از جای خاص خدا داره، اما ترسنی باز خانم ملاله انت یک چیکن وینز میخواست. خود دوستای عزیز برازو صفحه داده بود میفهمین. یک چیز دوستای عزیز که یادمش نمیره،
نگه و ما این قسم یعنی این قسم یک چیکن ویز تیار کرد خب که می فقط می سر کل کده باشی دیگه حالی مرا خنده میگیره. پسان هم گپای خانم ملاله یادم میایه مرا خنده میگیره میاد سفید اما تو سفید چیکن ویز به ما تیار کرده فقط بگی سر کل کده باشه. اما درسته چیکن ویز مزیش خوبش بود نه ازی؟ واو مزه ازی خوب است به خاطر که اگر نوشابهش هم قرش یک جای میرسید یا یک بوتلاب میرسید باز چند میشتیم ازش. خوب هموطن عزیز دیگه دوستم تلفن نگرفتم جناب صاحب میگه که امروز خیر من راحت بان گفتم خود سعیز اگه قطع بخورم تو چیز کدام میتونی؟ نکو دیگه نی نمیایه دوسته از مزورم نقشه گرفتم یا محمد از اینجا عالی من از تو دیگه هم میگیرم. دوسته عزیز زور بالای زور است اینجا حال نگوین چی حالن دا دوسته عزیز اینه ما میگم من چشم سفید بودم از ما کدگام یک چشم سفید پیداشته اینه نیمش که دوسته عزیز من هیچ نمیخورم بیار برم عقل پورا کنین بودش کده این برد پشت خودن دپت گرفته شما خوشحال هستین دوسته عزیز که کتمه ظلم شدین. خوب دوسته عزیز متوجه نیست هم چی کرد دوسته عزیز میفهمی ما 4 تا در کده بودیم او دیگه 2 دانه را آورده یه تا سری دارن از ما تا رسیده خب دیگه حال نمیفهم که کدام کار است. بار اول بود که قسم یک وضعیت دیدیم خوار جا که بری به ما یک خاطره جالب میمانه شاید به شما همچنان امید یک خاطره جالب مانده باشه اما تو جا ما گفتیم 4 تا آیسکریم 4 تا چیکن وینز حالا میبینیم که 2 تاش آوردم نه نوشابه و نه دیگه هیچ چیزی. ما هم صبر خدا را میکنم دوستای عزیز میره خورده میریم جای شما خالی سگ خون بازی کسا که بار اول چیکن وینز دیده مثل همین ببینین چه قسم خورده میشه دوستای عزیز خب واو چی مزه میده یا کچپ از خود دوستم آقای طرف ششته یکمه که بیارش من میفهم چی میگه میگه غزال جان گفتم جان بگو میگه وقتی چیکن وینز خوردی خلاص شد کدزید استاد میگه کدزید استاد تبش شامپو است شامپوی سرخ است قربان سر چامی شامپوی سرخ نیزی کچپ است کچپ یا بسیار زیاد شوخ از دوستای عزیز شوخی میکنیم که شما جدی نگیرین تا ایرا میخوریم منتظر آیسکریم باشین دوستای عزیز. خوب هموطن عزیز بالاخره که آیسکریم شان رسید ما تمام چیز خلاص کردیم دیگه آیسکریم 1 ساعت بعدش آمد. خوب بازم بالاخره آیسکریم رسید وام یک کل شاوشت مگم از حق باید نگذاریم نه امی مزه آیسکریم بسیار خوب بود نکن گوشنه چشمینه یگان تا اینامت می باشه مثل امی دوستای عزیز که هرچی بخوره بازم سیر نمیکنه نه ما ایران بخو خیلی صدقیت شامه می بازگیری میکنی مگم آیسکریمش مزه دار است نه مزهش خوب است اما ترست مزهش خوب است دوستای عزیز و ما هم دمیجا از شما اجازت میخواهم تا اولاک از را اوجا را ویدیوش براتون میگیرم داخل اولاک ببینید اوکی. اینه دیگه دوستای عزیز قسمی که بیشتر یادآوری کردم که اولاک آخری چی میکنیم کجا میریم اینه دیگه روان هستیم پس طرف خانه میریم یا بچگک میگه که گجره بگیریم ببینم که گجرش چه قسمی است بگیرم دوستای عزیز گجره این گل تازه است و بسیار بوی خوب میته و اونجا پلیس استادش کرد گفت که نرو از پشت دخترا
اینجام دیگه تمامش پلیس است. باز یگان تا میگه که وضعیت های پاکستان خراب است، مهاجرین حتی میکنن تو میگه، مگم زیادترش دوستای عزیز خبرات دروغ هم است. خب هیچ کار نداره. اینه ببینین دمینی میشه پلیس هیچ کار نداره که هیچ کسی. دیگه اینه تگهواز دوستای عزیز گرچه وقت شام است 11:28 است. این 11:28 شد در سرک بازار میگرده مردم خانما همگی دیگه هیچ کس کس کار نداره. اینی هم دیگه وضعیت های پاکستان. بازی کسا که میگم پلیس اذیت آزار میکنن مگم اوتام نیست دیگه. نمیفهم که چرا اوتام میگن. دیدیم دوستای عزیز که پلیس که هیچ کس کار نداره، نه اذیت میکنه کسی نه آزار میکنه کسی را دیگه. این خوب میبینن طرفتون دری صحبت هم میکردن، میتونه که من پشتو صحبت میکردم یا نفهمیدن. خب میفهمن که نه افغان هستیم، هیچ نه ویزا نه پاسپورت هیچ چیز که خود نآوردیم. مگم هیچ تو کدام گپ نیست. مگم بعضی از هموطنای ما هستن که آنقدر خبرهای دروغی را نشر میکنن که خود حیران میمونی که والا چی کنی، چی باید بگویی که والا افغانا کتت میکنن و تو میگن خوب فعلا وضعیت ها خیلی خوب است و شاید اسلام آباد اذیت آزار کنن افغانا را، مگم در پشاور خوشبختانه هیچ کدام گپی نیست. خب دوستای عزیز خداحافظ.